با عرض سلام خدمت بچه ها و رفیقای گلم. عرضم به حضور شما امروز اومدیم با یه معرفی ماشینای حجم زن. فعلا 2 مدلش اینجا هست که یه مدلش رو براتون کاملا توضیح میدیم. این از برند ویجیار، ماشین خوش دست و خوش فیزیکیه. ببینید شما بچه ها تو انتخاب ماشین حجم زن باید از چند تا فیلتر عبور کنید. یکی این که متریال ماشین خوب باشه، یعنی کیفیت ماشین خوب باشه. این ماشینی که الان دارید ویدیوشو میبینید من تقریبا چندین ساله دارم ازش استفاده میکنم و خیلی هم راضیم. اولویت انتخاب ماشین اصلاح برای کار من اینه که یکی این خوش دست باشه و اینکه قدرت خیلی خوبی داشته باشه. الان دور موتور این ماشین یه دونه 7000 داره، یه دونه 9000 که توربوه، معروف به توربوه، و اینکه حجم زیادی از مو داخل این کفی ماشین میشه و این تیغه پرقدرت مخصوصا توی 9000ش اینو خیلی خوب قطع میکنه و اینکه جنسش از فلز، این قسمت پایینی بدنش از فلزه و قسمت بالاش از سیلیکونه. سیلیکون هم که یه پلاستیک تقریبا فشرده قویه و اینکه این نمره 0 ماشین تا 1 ماشین که حالا معروفه به 1 ولی اصلش نیمه ماشینه، یه سایه خیلی خوبی میده بهتون. یعنی شما اگر مشتری براتون بیاد که بخواد سایه بزنه، سایه 0 بزنه، شما از 0 این ماشین استفاده بکنید تا نیم این ماشین، یه ترکیب خیلی خوبی بهتون میده. و اینکه ببینید شونه هایی که رو این ماشین قرار میگیره شونه های پشت فلزی معروف به پشت فلزی والیه که الان این ماشین وال ماجیکه. ببینید خیلی راحت رو وال ماجیک که حالا توی ویدیوهای بعدی وال ماجیک رو براتون توضیح میدم و کاراییاشو میگم قرار میگیره. ببینید خیلی راحت، یعنی قالب کفی این ماشین الگو گرفته از واله، یعنی این اورجیناله. خب شرکت های مختلف میان برای اینکه جذب مشتری بکنن از ماشین های اصلی الگو برداری میکنن و این شونه هایی که شما الان میبینید و توی نمرات مختلف هست کپی برداری شده از وال ماجیکه. و عرضم به حضور شما این ماشین خیلی قدرت خوبی داره و فرقی که با وال ماجیک داره تو تیغه هاشه. ببینید این تیغه فلزیه. خیلی از ماشینای حجم زن هستن که تیغه هاشون سرامیکه. بچه‌ها تیغه سرامیک یه خورده شکننده است، بعد تو سرعت بالا احتمال داره بشکنه. یعنی این حجم از مویی که میره داخل این کفی ماشین که این شونه قطعش بکنه احتمال داره که زیاد باشه، گره مویی داشته باشه، حالا حالت دنده چیزی داشته باشه که این قفل کنه، یه جورایی به اصطلاح قدیمی ها میگن قیچی میکنه. ولی این ماشین خدا رو شکر تا حالا این اتفاق برای من به شخص نیفتاده. فقط شما باید یه چیزی رو در نظر داشته باشید. ببینید کلا تو ماشینایی که شونه های پشت فلزی یا همون والی میخوره، یعنی این ضعف هم داره وال، حالا نمیگم ماشین بی ضعفیه، این فاصله شونه هاش زیاده. شما وقتی که رو سر مشتری اینو حرکت میدید احتمال داره که چند تا خط از حجم مو بمونه. اینو حالا من توی ویدیوهایی که براتون میذارم برای اصلاح سر قشنگ براتون توضیح میدم که قلقی که باید باشه و از بین بره این اتفاق چیه. به طور کلی براتون توضیح میدم. الان فعلا دارم درباره ماشین حجم زن صحبت میکنم. خط زن این ماشین هم موجوده. من تقریبا از
فکر میکنم 10 الی 12 تا ماشین اصلاح دارم استفاده میکنم، چندین ساله. و اینکه فعلا این ماشین رو برای شما معرفی کردم. حالا به طور کلی بخوام بگم ماشین توربو 9000، باتریش لیتیوم، فوق العاده موندگاری بالایی داره و تیغه خیلی پرقدرتی داره. این ماشین والم که تو تصویر آوردم فقط برای این بود که بگم که شونه های وال به این ماشین هم میخوره. شما اگر مثلا دارم میگم شما این ماشین رو تهیه کردید بدون شونه بود یا حالا شونه داشت ولی بین این مثلا این دوتا شونه رو نداشت، میتونید از شونه های ماشین وال هم استفاده کنید. حالا توی ویدیوهای بعدی ماشین خط‌زنش رو برای شما معرفی میکنم و کیفیت اصلاحش رو توی ویدیوهای بعدی براتون به تصویر میارم. ممنونم که وقتتون رو به من دادید. انشالله بیشتر ویدیو ارسال میشه و شما هم پیگیری کنید. اگر از تجربیات من که تقریباً 22 ساله دارم این کار و این رشته رو انجام میدم استفاده ببرید و براتون مفید باشه. ممنون.